سلام دوستان، با کانال نکاتو خوش آمدید. همه ما بعضا تنبل هستیم، اما بعضی آدمان هستند که تنبلی آنها از حد گذشته است. آنها می توانند در این کار به دیگران درس هم دهند و بعضا کارهای عجیبی می کنند که آدم را به حیرت می آورد. در این ویدیو یک جای کارهای این آدمان تنبل را که خیلی عجیب هستند یک جای تماشا می کنیم. تا آخر این ویدیو جالب با ما باشید و لایک موندن را فراموش نکنید. دوستان عزیز، پیش از اون که ما رولک دوام بتیم من میخوام با شما یادداشت کنم که اسپانسری همروزه رولک کانال نکاتو این شرکت 1x میباشد. سیلکش در اولین کامنت را ذکر پیدا کرده شده. شما وقتی که میدونید با همین سیلک رجیستراسیون کردن سر میکنید، در جایی که پرومو کد نوشته در اونجا شما نکراب نویسین $100 به شما بونوس میتونن. این رو شما میتونید همچون یک بونوس استفاده برین در دپوزیت اول. و گذشته از این اگر شما بزرگ نفهمید دورین پروسه رجیستراسیون این یک دستگیری کلان شما نسبت به کانال نکاتو میباشد و این باعث میشود که رولک های نکاتو تیز برآمدن گیرد. دستگیری از شما و ویدیو کردن از ما رولک سر میکنیم. رفتیم. برای تربیت فرزندان بعضا خوب است که آنها را از دور نظارت کنه. این پدر هم در روش تربیتی خیلی سرسخت بوده است که دخترش را به کچلی نشانده خودش از دور با ریسمان کودک را میجماند و نوشاکیش را نوشیجان میکند. بعضی از پدر و مادران در حقیقت دانا هستند. اگر وقت و ساعت در کشور تغییر یابد، تمامی شهروندان آن کشور ساعتهای خود را با زمان نو تطبیق میکنند. اما بعضی آدم‌های تنبلی هستند که حوصله ندارند که هر ماه ساعت خود را تغییر دهند و به جای این یک کار دیگر میکنند. این آدمی تنبل در زیر ساعت مکتب یک ورق چسبانده و نوشته است که 1 ساعت را کم کنید. جالبش این است که این ورق را 4 سال پیش در اینجا چسباندند و از آن زمان تا حال این ساعت را تغییر ندادند. با فکرم کارگر این مکتب تنبل‌ترین آدمی دنیا باشد. قریبه سالی نو همه در فکر خرید کردن و جشن گرفتن هستند. اما آدمانی هستند که به این جشن ها اهمیت نمیدهند و برای جشن گرفتن سالی نو به جای خریدن درخت کریسمس همین خوشبو کننده ماشین را آویزان میکنند. به هر حال درخت است کو چی فرق دارد؟ این زن میداند که تمام انگشتان پایش در درون کفش معلوم نیستند و همین خاطر همان ناخن‌هایی که از کفش بیرون هستند آنها را لک میکند. اما اگر لازم شود و کفشش را از پایش کشد، همه میفهمند که او چقدر تنبل بوده است. بعضی از آدم‌ها هم هستند که آسان‌ترین کارها حتی برداشتن یک استکان آنها را خسته می‌کند. مثلا این مرد یک نی خیلی دراز را در درون استکانش گذاشته است تا از همان فاصله دور نوشاکیش را بنوشد. از چهره دوستش هم معلوم است که از داشتن چنین رفیق تنبل شرم می‌دارد. این زن هم چنین تنبل بوده است، هم استراحت می‌کند و هم نوشاکیش را می‌نوشد. گرفتن پلانشت هم بعضا انسان را خسته میکند چون که وزنش زیادتر است و قوه دست را زیاد صرف میکند. اما این مرد برای اینکه مشکلش را حل کند پلانشت را از سقف خانه آویزان کرده است و آرامانه آن را تماشا میکند. اما اگر نیمه شب خوابش برد و پلانشت از آن بالا بر رویش افتد چه گپ میشده باشد؟ این رسم هم نشان میدهد که بیشتری آدمان حوصله برآمدن از زینه‌پایه را ندارند. آنها در نوبت زینه‌پایه‌های برقی ایستادند و خوش ندارند که 2 زینه‌پایه را با پا برآیند. اگر شما در جای آنها بودید از کدام زینه‌پایه استفاده می‌کردید؟ خواب رفتن آدم در جای کار، مخصوصا اگر وظیفه نگهبانی را داشته باشی، مسئولیتی تو را نشان می‌دهد. حالا شما با خسته ترین مأمور و نگهبانی دنیا آشنا شوید. این مرد یک پلاکت را که در آن شکل نگهبان کشیده شده است در روبروی خود گذاشته است و خودش آرامانه خوابیده است. البته رسم نگهبانی که در پلاکت کشیده شده است از نگهبانی اساسی بدهیبت‌تر است. وقتی آنقدر تنبل هستی که در روی تخته موج سواری هم بی‌فره میشوی و میخواهی که نشینی. این صحنه در حقیقت جالب است و شاید با یک موج این مرد به درون آب چپه شود. بعضا به خاطر آنکه ظرف‌های زیاد جمع نشود و برای شستن آنها عذاب نکشی، بهتر است که از ظرف کمتر استفاده کنی. اما این جوان تنبلی را به درجه اعلای خود رسانده است. او شیر را در درون پاکت ریخته با قاشق همانجا آن را میکوبد و بعد مینوشد. اما اگر این پاکت یک بار از دستش افتد یا اینکه سوراخ شود، مجبور است که تمام خانه را شوید. حالا یک جای شوخترین مادر دنیا را میبینیم. در حقیقت 80% آدمان موازنت خود را بر روی این سکوترها نگاه داشتن نمیتوانند، اما این مادر هم به سکوتر نشسته است و هم به واسطه آن کالسکه کودکش را میراند. به خاطر این هنرش باید برای او خرسک زنیم.
تازه کردن بالای این ماشین شاید 1 دقیقه وقت را گیرد، اما راننده خواسته است که فقط شیشه پیشی رویش را تازه کند. شاید او برای راندن ماشین به آینه های کنار ماشین هم نیازی ندارد. صاحب این خانه یکی از باهوشترین و تنبلترین آدمان دنیا به حساب می رود. او ماشین علف زنی رو با ریسمان به طلبه بسته است و گذاشته است که خودش کاری خودش را انجام دهد. عجایبش این است که با هر باری که چرخ میزند ریسمان کوتاه‌تر می شود و به این راه او تمام زمین را از علف تازه می کند. اما تصور کنید که یک باره این ریسمان کنده شود، بعد صاحب این خانه مجبور است که از پس این ماشین علف زنی بدود. شاید برای شما هم روی داده باشد که برای تخت دراز میکشید و بعد به خاطرتان میآید که چراغ را خاموش نکرده اید. آدم‌های معمولی از جایشان خسته چراغ را خاموش میکنند، اما کسانی که استعداد تنبلی در وجودشان هست برای این کار از حیوانات خانگیشان استفاده میبرند. این آدم با این کارش هم با گربه‌اش بازی کرده است و هم چراغش را خاموش کرده است. این مرد یکی از تنیس بازان مشهور جهانی است و سال 2017 یک حرکتی جالب کرد که همه مردم به حالش خندیدند. چنانه که در رسم معلوم است، او در بخلشکه را خودش به درون استیل پرتاب نمیپرتاید و آن را به مرد میدهد که در آنجا نشسته توپا را جمع کرده ایستاده است. من فکر میکنم که رافائل نمیدانست که استیل پرتاب در نزدیکیش است، وگرنه خودش این کار را میکرد. این هم یکی دیگر از تنبلی‌های گروهی که در کشور تایلند ثبت شده است. مردم به جای اینکه در نوبت ایستند، کفش‌هایشان را در نوبت گذاشتند و خودشان در روی کرسی‌ها نشستند. جمع کردن لباس‌های چرکین یک کاری طبیعی است، اما اگر خواهیم که از آنها برای زیباتر کردن خانه استفاده بریم، پس می شود که آنها را دیرتر شوییم. کنسرت رفتن آدم را خرسند میکند، اما راست ایستادنش خسته کننده است. کاش میشد که به مثل تلویزیون تماشا کردن در کنسرت هم در یک گوشه دراز کشی و از کنسرت زنده حلاوت بری. و حالا یک آدم پیدا شده است که بهترین راهی لذت بردن از این کنسرت ها را پیدا کرده است. این مرد کامera را در بالا نگاه داشته، به تلفنش وصل کرده است و دراز کشیده در زمین از طریق تلفن کنسرت زنده را تماشا کرده ایستاده است. پیتزا یکی از آسان‌ترین خوراک‌هایی است که آدم می‌تواند که آن را پزد، اما برای پختنش هم باید خوب اهمیت دهیم. یکی از تنبل‌ترین آدمان دنیا هم این پیتزا را در درون میکروالنوفکا گذاشته، یک تلفنش را روبروی آن قرار داده است. خودش در حجره دراز کشیده با تلفن دیگرش ویدیو ویزوف کرده پختن پیتزا را انتظار است. بعضا می شود که آدم حوصله کار کردن را ندارد، اما از سبب مسئولیتی که بر دوش داریم در خانه استراحت کردن نمی توانیم و مجبوریم که به جای کار رویم. حالا این مسئله را چی طور می توانیم حل کنیم؟ در بعضا موقعیت های خاص آدم اجازه دارد که به جای کار نرود. مثلا وقتی که چرخ ماشین کفیده باشد. اما چرخ ماشینی که در اینجا می بینید سوراخ نشده است، بلکه صاحبش این رسم را با فتوشاپ تیار کرده است تا از جای کارش جواب گیرد. در حقیقت تنبلی بعضی انسان‌ها را باهوش و زیرک می‌کند. این هم یک راه دیگر برای کمتر استفاده کردن و شستنی ظرف‌ها. در روی ظرف‌های خانه می‌توانید که یگان سلفان کشید و خوراک را با بالای آن ریخته خورید. بعد از خوردن سلفان را از روی ظرف گرفته به ستیلی پرتاب می‌پرتید. اگر وقتی خرید کردن در هیپرمارکت ها شما به حوصله می شوید، می توانید که از این آدم یاد گیرید. البته باید مهارت لغزانه کردن را یاد گیرید، وگرنه یا به خودتان آسیب می زنید یا به این مغازه. بعضا خبرنگاران چنان تنبل می شوند که حوصله ندارند که اطلاعات درباره آدمانی که درباره آنها گزارش تهیه کردند را در کامپیوتر نویسند. مثلا در اینجا خبرنگار فراموش کرده است که اطلاعات شخصی این زن را در پایان نامش نویسد. این مرد یک راه نو را برای استراحت کردن در لب حوض یافته است. او مجبور نیست که شیند و همین خیل دراز کشیده نوشاکیش را نوشیده ایستاده است. با فکرم این مرد روزی دراز در حالی زنگ زدن به این و آن بوده است که ضریت تلفنش تمام می شود و وقتی می بیند که ضریت ندارد این راهی عجیب را پیش بینی می کند. دیدن این صحنه در حقیقت خنده آور است. در حقیقت بعضی از کارهای آدمان تنبل آدم را به خنده وامی دارد. مثلا لباس این مرد از تیرزه افتاده است و به جای آنکه به پایان فرآمده لباسش را گیرد، از تیرزه پلیساس را آویزان کرده است تا با واسطه آن لباس را به بالا کشد. کسانی که سگ دارند میدانند که این سگ را باید به گردش برارند، اما بعضا می شود که آدم حوصله برآمدن از خانه را ندارد. اما
اما برای آدمان تنبل همیشه یک راه پیدا می شود. مثلا در روی کرسی می نشینی و سگ هر جا که خواهی تو را به آنجا می برد. نامه نوشتن و نامه فرستادن از ماده برآمده است. به همین خاطر آدم‌ها فراموش می‌کنند که تمبر بالای نامه را بخرند. در اینجا مرد در بالای نامه نوشته است که ببخشید من تمبر خریدن را فراموش کردم و به خاطر خریدن تمبر چند تنگه را به بالای آن چسبانده است و حتی حق آن آدم را نیز به آنجا گذاشته است. خوردن تربوز در برابر تلویزور کاری مشکل است، چون که هر دقیقه باید چشمت را از تلویزور کنده به تربوز نگاه کنی و دانه های آن را جدا کنی. اما این زن زیرک یک راه جالب را یافته است تا دیگر هیچ وقت چشمش را از تلویزیون کنده نتواند. چنانه که میبینیم مردی که وظیفه رنگ کردن راه را داشته است، حوصله برداشتن حیوان از بین راه را نداشته است. به همین خاطر رنگ را به بالای حیوان ریخته گذاشته است. و این مرد به خاطر این تنبلیش باید یک مدال طلا هدیه کنه. فکر شما درباره این آدم‌های تنبل چیست؟ نظرات خود را در کامنتاری نویسید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما به کانال ابونه شوید.